تفسیر یک بیت از رادیوی فرهنگ. با مناسبت 700 سالگی شاعر لسان الغیب خواجه حافظ شیرازی. چرخ بر هم زنم ار غیر مرادم گردد، من نه آنم که زبونی کشم از چرخ فلک. مفسر دکتر علم‌های فیلولوژی بدرالدین مقصودزاده. چرخ بر هم زنم ار غیر مرادم گردد، من نه آنم که زبونی کشم از چرخ فلک. میگوید که من مقصدهای نیک دارم در زندگی. من برای این دنیا، برای زندگی، برای گذراندن حیات آمدم و من باید خوشبخت باشم و من باید اون مقصدهای نیکی که برای به پیش خودم گذاشتم آنها رو باید عملی کنم، برای مردم خدمت کنم. فهمیدید؟ یعنی مقصدهای خیلی عالی و علوی در نزد خودش قهرمان غنایی گذاشته است و میگوید که اگر به همین مقصدهای من نرسم، میگوید چرخ به من اگر خلل رساند، میگوید این چرخ رو برهم میزنم. غیر مرادم گردد، یعنی برآورده ساختن مراد من، مقصدهای نیکی من اگر چرخ خلل برساند، من این چرخ رو برهم میزنم. ببینید این خیلی این بیتی که مضمون بسیار اپتیمیستانه، یعنی حیات دوستانه، نیک بینانه دارد که خواننده اش را تکان میدهد به پیش برای نائل شدن به مقصدهای نیکی. بنابراین مثلا شکستن چرخ و دیگر کردن چرا قدرت انسان نیست؟ نمیتواند که بله. چرخ آفرید. اینجا حافظ بزرگوار به قدرت انسان اشاره دارد و انسان میگه همه کار رو میتواند. انسان خیلی توانا است. انسان مثل خالق یکتا خالق است، آفریننده نعمت‌های مادی است. او باید کوشش بکنه، جدل بکنه. خب و یعنی از اینجا معلوم میشه که این حافظ بزرگوار عقلگرای است.